علی شهریار و همه تقدیم یه مدال زیبا از طریق میدونه که با عبدالمجید کلی و کشی روسی و اصحاب اینجا یه مچ پا و میتونه که خاک کنه و موفق میشه 2 امتیاز بگیره به دنبال سگکی دوبل. حالا میره برای بارانداز و سعی میکنه تمرکز فکری رو به هم بزنه. باز هم رحمان دلاور تلاش میکنه یه زیر 2 خم از همونجا درختن میتونه خاک کنه و بیرون به اجرا بذاره رحمان دلاور. حالا یک لحظه پیش میندازه کنار دیگه مچ پا پای رو خارج میکنه و موفق میشه تو 6 ثانیه بکنه اقدام کنه و حالا دستو میزیر که با همون شیبه که آقای پژمان درست از همونجا میره و دو کورنر بالا میره و موفق میشه 2 یا 4 امتیاز بگیره و حریف هم سعی میکنه با دستو از امتیاز هنوز هم خاک نشده. چقدر ناشسته که بتونه بعد دیگه اقدام میکنه یک بار دیگه رحمان مچ بالا مال خود میکنه و میتونه که خاک کنه علی بخاطر یه خم تبدیل به 2 خم چاشی سر بغل میتونه حالا خاک میکنه و موفق میشه 2 امتیاز دیگه بگیره از همونجا میره برای مچ پا. ببینید اینجا موفق میشه با همون شیبه حملات پی در پی دلاورمون. یک لحظه آروم و قرار نداره میگیم که 10 تا امتیاز عقب اینقدر حمله میکنه. یک بار دیگه حمله من میگیره پای علی بخاطر خارج میکنه و موفق میشه 1 امتیاز دیگه بگیره و 12 بر 2 امتیاز عالی. خدایا ممنونیم علی شهریار و همه تقدیم یه مدال زیبا از طریق رحمان دلاور ایران، ماندگار ایران، عشق ما ایران.